بابا علی ابن ابی طالب که خدا شاهد مظلوم، خدا گواه مظلوم. آقا مظلومیت علی بی‌نظیره. هیچ جرمی و سختی بیشتر از این نیست که یا آدم عاقل بندازه قاطی یه مش نفهم، خدا قسم بندازنه تو بشکه غیر از این بهتره. میومد میشست میگفت سلونی قبل ان تفقدونی، ازم سوال بپرسید قبل اینکه من از دست بدید. مردک نفهم بلند شد گفت من چند تا ریش دارم. گفت آه کشید آقا علی ابن ابی طالب. گفت فقط بگم هر کدوم اینا یه شیطانه. تو جریان یکی از جنگ ها آب دست میزنه تو آب فرات، آقا علی ابن ابی طالب یه نگاه میکنه به آب، آه میکشه، میگه ای داد بیداد، اگر میذاشتی منو به این فتنه ها نمینداختی، از این براتون نور میگرفتم، از آب براتون نور میگرفتم 1400 سال پیش. چیو داره میگه اینا؟ امروز داره اینا کجا داره میاد؟ نور. گو اگه میذاشتید من از آب براتون نور. مظلوم بود بابا. آقا امیرالمؤمنین بعد از شهادت حضرت زهرا فکر کن دردانه آفرینش باشی، تو خیابون را بری اون عرب جاهلی نفهم احمق رو بهش سلام بکنی، سر به چرخونه، جوابت هم نده. خیلی درد داره خدا شاهد، خیلی درد داره. کسی باشی که دستتو گرفتن جلوی 10,000 نفر بردن بالا، همون روز بابا مسلمان عقل و شعور که خدا بهت داده، همون عدل همون روز که این اتفاق افتاد گفت الیوم اکملت لکم دینکم، تازه دینتون تموم شد. یعنی انقدر مهم بود این دسته بره بالا تا دین تمام بشه؟ یعنی قبلش دینتون تمام نشده؟ ای پیامبر اگر این کار را انجام ندی رسالتت رو انجام ندادی. ایتی میگه 70,000 نفر آدم رو جمع کرده، از اون ور بیا از این ور بیا، من علی رو دوست دارم مولا، یعنی من دوستش دارم. عقل میوه خدا دادی. و این داد بر کسی که خوابو میتونه بیدار بکنی، کسی که خوش به خواب زده نمیشه. اگر میخواید حقیقت امام زمان به حقیقت میخوام علی ابن ابی طالب رو درک بکنید، مظلومیت علی رو درک بکنید، شما ازتون خواهش میکنم خواهرای من بفهمید رسالتی بسیار عظیم دارید، خبر ندارید. یه سوال ازت دارم، امام زمان کیه بعد از حضرت رسول؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. روحی فدا. به من بگید ببینم اومدن سراغ علی برای چه حضرت زهرا رفته پشت در؟ میدونی چرا؟ برای اینکه هیچکی نبود. میفهمید چی میگم؟ هیچ کس نبود عزیز من، رکم شما. حالا حضرت امیرالمؤمنین اومد، ریختن دورشو، گفتن تو بیا بعد از خلیفه سوم، تو پاشو بیا بر ما حکومت کن، اشتباه کردیم 25 سال نیومدیم سراغ تو فلان و اینا. چه کسی آمد بعد از این فضا؟ نگاه کنید کی اومده. اون کسی که داداشش اومده میگه یه خورده بیت المال به من بده، آتیش میگیره جلو دستش. اونی که رو زمین میشینه بهش میگن ابو تراب. اونی که میگن نون جو رو با زانو میشکست، انقدر سفت بود با زانو میشکست. همون کسی است که در نهج البلاغه میگه امروز در حوزه حکومتی من کسی نیست که نان گندم نداشته باشه. یعنی من آوردم برای مردم رسوندم. برخی میخوان بگن آقا حضرت امیرالمومنین حکومتش نتیجه نداد. غلط کردید شما میگید. نتیجه داد، خوبم نتیجه داد. در حوزه حکومتی من کسی نیست که سر گرسنه بر زمین بگذارد و نان و گندم نداشته باشد. امنیت را حفظ کردم، پوشاک دارن، مسکن دارن، امنیت دارن. کی میگه نبود؟ حوزه حکومتی خودمون شامات، اونایی که ماوی به کنار خبر دادن در اهواز. یکی از این حاکم اهواز، یکی از نزدیکاش یه جایی مثلا چهارشنبه بازاری مثلا فرض بکنید، یه جای خیلی خوب سنفشو داده به یه نفر، نامه زد او را بگیر در شهر بچرخان، آبرویش را ببر، بقیه رو هواخوری میبری اینو نبر تو زندان بیای. یعنی حضرت چون فضای اقتصادی بسیار خراب شده بود، توزیع اقتصادی محکم. و چی گفت زمانی که میخواست بیعت بگیره؟ گفت به خدا قسم. یه سوال، الان یکی دزدی بکنه بخواد دادگاه ازش نگیره چیکار میکنه؟ به اسم یکی دیگه میکنه، به اسم یکی کسی میکنه که خیالش جمع باشه بهش بده. درسته؟ بچه زنی فلان. حضرت چی فرمود؟ به خدا قسم اگر کابین زنانتون کرده باشید پس خواهد گرفت. یعنی همینا رو گفت دیگه. بعد به من بگید ببینم اولین جنگی که راه انداختن که چی کدام بود؟
جمل. کیا جلو علی علیه السلام ایستادن؟ طلحه، زبیر، اونایی که مف خورده رو میخواد پس بگیره دیگه. مف خوردن از بیت المال رو میخواد پس بگیره. مگه میتونه پول به جون آدم بند میشه؟ مفاسد اقتصادی بحثش جدیست. مردم اگه عادت کردن اگر این فرهنگ جا افتاد بکن یه نونیه، اگه تو نکنی یکی دیگه میکنه، بخورید آقا ولع بنزی دوز بردن تمام شد فلان. این فضا رو حاکم بکنی، از تو دل این فضاها علی ها رو کنار میزنن، معاویه ها سر کار میرن. خدا شاهده. آقا امام حسن که اصلا به جایی نرسید، نیروی نظامی میخواست جمع کنه با معاویه به جنگ، فرمانده سپاهشو با 1000 درهم 1 میلیون درهم خریدن. موند شمشیر انداخت زمین. بعد جالبه از کنار امام حسن رد میشدن میگفتن السلام علیکم مذل المؤمنین، ذلیل کننده مومنا. حالا چطوره؟ یعنی صلح کردی. آیا شک نگرفت کسانی که قرآن علم کردند؟ آیا نبود کسانی که پیر؟ آقا حضرت امیرالمومنین در نهروان میدونی با کی داره میجنگه؟ با 4000 نفری که پیشونیشون پینه بسته مثل زانوی شتر، کبره بسته بود، تو سجاده خوابشون میبرد. ان الحکم الله. تو صفین قرآن ها رو کردن سر نیزه. مالک گفت 10 ضربه دیگه گرفتم تمام صفین 10 ضربه. گفتن برگرده که علی میخوای زنده ببینی. برگشتید 50-60 نفر از جوانای بنی هاشم دور خیمه امیرالمومنین گارد گرفتن با ایستادن. دور تا چش کار میکنه جونورا، شمشیر میبرن بالا، تموم میکنی یا بکشیمت. گفتن باید حکمیت رو بپذیرید. حکمیت رو پذیروندند و امیرالمومنین وقتی بهشون اثبات شد اشتباه کرده بودن، حضرت علی راست میگفت، دوباره با شمشیر اومدن سراغ حضرت علی. گفتن باید توبه کنی. گفت چی توبه کنم؟ گفت از اینکه حرف ما رو گوش کردی. من بعضی موقع برای این مظلومیت مثلا آدم آتیش میشه. شب 19 ماه مبارک رمضان چی فرمود؟ وقتی رفته بود خونه ام کلثوم گفت خدایا علی رو از اینا بگیر، از علی بدتر را نصیب اینها بکن. خدا گواهه، خدا شاهده، آیا مردم عراق بعد از علی ابن ابی طالب رنگ خوبی و خوشی رو دیدن؟ نه. کار به جای رسید همین کوفیا به هم دیگه میگن کوفی لا یوفی، کوفی وفا نمیکنه. کار به جای رسید حجاج ابن یوسف بر اینها حاکم شد، اینا رو میذاشت لای دیوار باهاشون خونه میساخت. کار به جای رسید اینا خودشون دارن میگن الکوفا ها ایها الکوفا ما دام الدهر فی الخضر معروفا. ای کوفه، با تو هم ای کوفه، تا موقعی که دنیا باقی است تو توی پدر سوختگی معروف. خودشون با خودشون. العراق اهل النفاق و الشقاق، عراق اهل نفاق و تکه تکه شدن. اینا خودشون با خودشون. تا امروزم رنگ خوشی دیدن؟ ندیدن. تا موقعی که نفهمن این بلایی که سرشون داره میاد به خاطر پشت کردن به ولی معصوم بود، همین بلا ادامه داره.